أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما و شما الحمدلله ثم الحمدلله که الله متعال بر ما و شما فرصت عمر و فرصت وقت داد که در سپاره 15 هم برسیم و در سوره کهف. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما و شما نو سوره را شروع میکنیم، اول وجه تسمیهش میگیم که چرا سوره کهف، حکمت چیست که سوره کهف میگن. این سوره کهف به خاطر از این سوره کهف میگن که در این قصه یک تعداد از اولیاء و دوستای الله بیان شده که جوانانی بودن که اونا اولیاء الله بودن. بعضی اوقات در نظر مردم این قسم عقیده هست که اولیاء الله ریش سفید می باشن، پیر می باشن، سال خورده می باشن. قرآن عظیم شان میگه که نه، اولیاء الله اکثرا در تاریخ جوانا بودن. ابراهیم علیه السلام فتن یقال له ابراهیم، و به می شکل مثلا دیگه از اولیاء الله مثلا امی اصحاب کهف هستن. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اولیاء و دوستای الله بود که الله متعال از سن جوانی ایره اختیار کرده بود که پیغمبر الله شو و در سن 40 سالگی برش تکلیف وحی برش رسید. و اکثرا پیغمبرا در اینمی سنای جوانی و سن 40 سالگی هم که سن جوانی هست پیغمبرا به پیغمبری می رسیدن. بناهن این سوره رو سوره کهف میگن به خاطر که اصحاب کهف امو جوانایی بودن که اونا اولیاء الله حقیقی بودن. و در این صورت صفات اولیاء الله را میگه و شخصیت اولیاء الله را بیان میکنه و ای که اولیاء الله دارای چی صفات می باشن، چه قسم شخصیت می داشته باشن و ما و شما او را چه قسم بشناسیم. دومی که ارتباط از این سوره را میخوانیم با سوره قبلی. سوره قبلی که بود هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هجرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به بیان کرد. در این سوره یک تعداد جوانایی که اینا از قریهشان به خاطر توحید مهاجر میشن و یک اصل از اصول یا یک سنت از سنت های الهی را بیان میکنه که همیشه انسان های موحد یا از خانه هایشان از منازلشان رانده میشن و بالاخره مجبور ساخته میشن که به کوه ها برند و به دره ها برند و در اونجا هجرت بکنن. بناهن این ارتباط سوره هست با این سوره مبارکه. در اونجا اولیاء الله که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، در رأس اولیاء، رئیس اولیاء در عصر ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام هستن و در عصر از اونا هم نشان میده که از جمله این شخصیت ها و اولیاء الله یکی کی هست؟ امی اصحاب کهف هستن. همچنان در این سوره از دیگه از اولیاء الله که موسی علیه السلام است و خضر علیه السلام است که دو پیغمبر معصوم بودن، درباره از اونا هم بیان میشه و حقیقت های در اینجا بیان میشه. موضوعات مهمی که در این صورت کدام موضوعات بسیار مهم است؟ موضوعات فکری و اعتقادی هست. انسان مسلمان چون این سوره سوره مکی هست، در سوره های مکی غالبا الله متعال به خاطر اصلاح فکر و اصلاح عقیده مسلمان ها آیات بیان میکنه. انسان مسلمان فکر خدا و عقیده خدا در این راستا جور میکنه که شما ببینین که مسلمان های حقیقی چه فکر می داشته باشن، چه عمل می داشته باشن و چه قسم انسان مسلمان که قرآن عظیم الشان می خوانه
چه قسم عقیده خدا اصلاح میسازه. در این سوره مبارکه همین موضوعات بیان میکنه که ما و شما یک مثال های از او را در این سوره ان شاء الله تعالی میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد تمامی حمد و ثنا و صفت. حمد وصف یا صفت را میگه که وصف الکمال است که با امرای محبت و تعظیم یک جای می باشه. حمد وقتی کسی را حمد میگیم که او را عظمت میتیم، یک با او محبت داریم، دو و سوم ای حمد من حیث عبادت انجام میتیم، چون حمد یک توحید زبانی هست. توحید زبانی حمد است. پس ما و شما وقتی که حمد الله را میگیم امی سه چیز باید در نظر داشته باشیم. این فرقش با دیگه نعت و با دیگه وصف و دیگه را ای هست که بعضی اوقات شما یک کسی را صفتش هم میگین، نعتش هم میخوانین، شاید قلباً بر از او عظمت قائل نشین. یک نفر میخیزه مثلا بر یک پادشاه نعتش هم میگه، شاید به امرای پادشاه محبت نداشته باشه یا از ترس از او یا به خاطر پولی گپا بر از او شعر میگه و شعر میسرایه. از این خاطر این نعت و این توصیف کردن و این مدح که میکنن در این عظمت نمی باشه، محبت نمی باشه و عبادت نمی باشه. این سه چیز در اون نیست. اما در حمد که است این توحید است، توحید عبادت. کدام عبادت؟ عبادت زبانی. یک. دوم وقتی که حمد الله را میکنیم به خاطر ازی که عظمت از او در قلب ماست و حمد الله را میکنیم به خاطر محبتی که با الله داریم. از این خاطر در آیات قرآن زیاد تکرار میشه که حمد لله خاص بر الله است. لام تخصیص است. فهمیدین؟ اینال الحمد و حمد مطلق، حمد که دو عظمت است، محبت است و عبادت است، لله خاص بر الله است. اگر این حمد کسی به مخلوق میکنه بازی شرک در عبادت است. الحمد و حمد و ثنا و صفت لله خاص بر الله است. الذی او ذاتی که انزل علی عبده، او خالقی که نازل کرده بالای بنده اش. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مخلوق است، بنده هست و بالای ازی قرآن نازل شده و نازل کننده قرآن الله متعال است. چرا نازل کرده؟ الکتاب، امی کتاب که قرآن عظیم الشان است. ولم یجعل له عوجا، و نگردانیده یا پیدا نکرده بر ازی عوجا هیچ کجی. دی هیچ کجی نیست، راست مستقیم درست و صحیح است. دی هیچ غلطی نیست، هیچ عیب نیست. بناهن این قرآن عظیم الشان چون کتاب راست است، اول کجی ها را از بین میبره، غلطی ها را از بین میبره، اشتباهات از بین میبره. قیما راست است. لینذر، اینجا گفت که اول گفت این کجی نیست، دوم گفت که بسیار راست است. حال در اینجا چی است؟ میگه قرآن دو کار میکنه، اول تخلیه میکنه باز تحلیه میکنه. فرق بین تخلیه و تحلیه چی است؟ تخلیه به این معنی که قرآن عظیم الشان فکر و عقیده انسان جور میکنه، از تمام عیبها مغز شما را خالی میکنه، جسم شما را خالی میکنه. پس انسان وقتی که میخواد عقیده خوب داشته باشه، اول باید ذهن خدا و فکر خدا و عقل خدا و قلب خدا از چی؟ از زشتی های اعتقادی، از شرک، از کفر، از الحاد، از تکبر، از تعصب، از حسادت، از کل از این چیزا باید خالی بسازه. حالا ما میخوایم که خدا از تمام ازیا خلاص کنیم. الله متعال میگه قرآن عظیم الشان است که این تو را اول تخلیه میکنه با آیات قرآن، ذهن تو را پاک میسازه. قیما باز بعد از او تحلیه میکنه. تحلیه چی معنی؟ باز بعد از او برای تو مثل که یک نفر زیور میپوشه. حلی چی میگن در زبان عربی؟ زیورات میگن. وقتی که انسان میخواد که خوب زیبا شود، اول میره تشناب، خوب غسل میکنه، خوب شامپو میزنه، خوب کیسه میکنه، خوب مثلا
تمام اعضای بدن خود پاک میکنه، صفا و ستره که آمد، بعد از او تحلیه میکنه، بعد از او لباسای بسیار لوکس میپوشه، بعد از او زیورات میگذاره. اینه قرآن عظیمشان امید دو کاره میکنه. اول انسان از تمام کثافت های فکری و اعتقادی پاک میکنه، این تخلیه میگه، کل این چیزا را از بین میبره. باز بعد از قرآن عظیمشان چی میکنه؟ زیورات اعتقادی، زیبایی های اعتقادی، زیبایی های اخلاقی، زیبایی های معاملات، متوجه هستین؟ زیبایی های عبادات باز برای شما چی میکنه؟ آراسته میسازه. پس این چی میگن؟ تخلیه و تحلیه، خالی کردن و دوباره زیور پوشاندن. لینذر بأسا شدیدا، تا که بترساند مردم را، بأسا از عذاب شدیدا، شدید یا سخت، من لدنه از جانب خودش، و یبشر المؤمنین. خب آل قرآن ما را میترسانه، الله متعال میگه بله قرآن میترسانه، لکن ظالما را میترسانه، بیدینا را میترسانه، انسانهای طغیانگر و تجاوزگر و انسانهای گمراه و انسانهای ظالم میترسانه. و یبشر المؤمنین، برعکس از او چی میکنه؟ بشارت میده برای مؤمنا. آل تو کدامش هستی؟ در جمله کسایی هستی که باید ترسانده شوی؟ اگر اشتباهات داری بترس از عذاب الهی، اگر نه الله متعال تو را بشارت میده. و یبشر، و قرآن عظیم شان و رسول الله بشارت میدهد کی را؟ المؤمنین، مؤمنان را. الذین، خب مؤمن کی هست؟ مؤمن کی هست؟ میگه الذین یعملون الصالحات، مؤمن کسانی هست، مؤمنین حقیقی که اعمال صالحه میکنه. آل در قرآن عظیم شان اعمال صالحه بیان شده که اعمال صالحه چی است؟ اینه میره انجام میده. ان لهم، برای چی بشارت میده؟ برشان بشارت میده که یقین داشته باشید که برایشان اجرا حسنا، اجر و پاداش بسیار نیک است. ما کسی نه یعنی اقامت میکنن، مکس میکنن، میباشن فیه در امی جنت ابدا، بر همیشه. یعنی این ترس برشان نیست، این بشارت دومی است. بشارت اولی که شما را که اعمال صالحه میکنین، ایمان خوب دارین، شما را به جنت میبره. بشارت دومی چی است؟ که شما تشویش نداشته باشین که اگر انسان در جنت بره چند وقت بعد ایره بیرون میکنه. میگه نه، میباشن یقیمون ماکثین، یعنی یقیمون اقامت میکنن فیه در امی جنت ابدا، برای همیش. و ینذر الذین قالوا، و کی میترسانه قرآن عظیمشان؟ و میترساند و ینذر و میترساند الذین، کسانی را که قالوا گفتن اتخذ الله ولدا. این اول شرک در ذات کردن، خطرناکترین شرک. بعضی کسا شرک در ذات میکنن، بعضی ها شرک در افعال میکنن، بعضی ها شرک در عبادت میکنن، بعضی کسا شرک در صفات میکنن و بعضی ها هم شرک در چی میکنن؟ در احکام الله میکنن. آل الله متعال چی میگن؟ میگه که این قرآن میترسانه کدام مردم ها؟ مردم های مشرک را. اول شرک چی است؟ شرک در ذات است که کسی بگه که اتخذ الله ولدا. اینی کسایی که میگن که الله فرزند گرفته. چرا؟ الله متعال در سوره اخلاص بیان میکنه که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ما لهم به من علم. میگه چرا این مردم شرک میکنن؟ چرا این گپ میزنن؟ میگه به خاطر از اینکه اینا علم ندارن. علم ندارن، خودشان قرآن نمیخوانن، سنت نمیخوانن، کتاب های پیغمبرها که قبلا نازل شده بود نمیخواندن و به می شکل سنت پیغمبرای خدا نمیخوانن. وقتی که نخواندی تو جاهل هستی. وقتی که جاهل شد باز انسان جاهل حتما در شرک مبتلا میشه. عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که در مارکت های تجارتی که در عصر از وجود داشت، من حیث خلیفه مسلمان ها در مارکت میبرامد. خب از کسایی که تجارت میکردن میرفت در دفتر از تاجر مارکت تجارتی، از پیشش پرسان میکرد شما نظام اقتصادی اسلام علم دارین؟ میگفت نه صاحب علم ندارم. الله بسته کنین دفترتان. چرا؟ وقتی تو اقتصاد اسلامی رو نمیفهمی خودت ضربه میزنیم، متوجه هستی؟ در اقتصاد حتما در حرام مبتلا میشی و مارکت ما را فاسد میسازی. از این خاطر امام بخاری در کتاب خود یک باب میره، باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری سه میگه اول علم، بعد از او سخن بگو، بعد از او عمل بکن.
این اساس قاعده است. چرا این تحت کدام آیت قرآن میره؟ میگه الله متعال میگه فعلم انه لا اله الا الله. اول علم پیدا بکن، علم پیدا بکن که لا اله الا الله هست، بعد از او بخیز درباره اسلام گپ بزن. بعضی کسا هست لا اله الا الله را ترجمهش درست نمیفهمه، میخیزه دیگرها را به طرف دین دعوت میکنه. این در حقیقت به طرف دین دعوت نمیکنه، این کل از اینا را گمراه میسازه. ظاهرا خوشحال هستن ما دیندار هستیم، خوب ریش داریم، خوب لباس داریم، خوب ذکر میکنیم، خوب تسبیح انداختیم، اما در وجود از اینا چیز داخل شده؟ شرک داخل شده. این الله متعال امیر در قرآن میگه که قالوا اتخذ الله ولدا، گفتن که الله فرزند گرفته. چرا این گپ گفتن؟ میگه ما لهم به من علم، چرا که اینا به الله علم ندارن. وقتی که علم نداشت، دانش نداشت، فهم نداشت، قرآن نخوان، سنت نخوان، خود به خود در شرک مبتلا میشه. باز اینا چی میگن؟ میگه والا ما این گپایی را که میزنیم این از پدرای ما گذاشته. همین قسم پدرای ما میگفتن ما با دین پدرای خود هستیم، با منهج پدرای خود هستیم، با روش پدرای خود. الله متعال چی میگه در جا باشن؟ میگه خود از یان هم علم نداشتن ولا لآبائهم، پدرایشان هم علم نداشتن و نه پدرانشان. خودشان هم علم نداشتن، پدرایشان هم علم نداشتن. اینجا آیت قرآن چی میگه؟ میگه شما سعی کنید بسیاری وقتا که مردم دیده باشین که شرک میکنه. چرا شرک میکنه؟ در شرک مبتلا هست به خاطر از اینکه قرآن نمیخونه، سنت نمیخونه، در درس ترجمه قرآن نمیشینه، در درس حدیث نمیشینه. متوجه هستین؟ دیگر روز به شرک مبتلا شده. وقتی که برش بگین که او برادری خود شرک است، میگه ای از کی مونده؟ پدرای ما اینو قسم کرده، ما رواج پدرای خود نمیم. قرآن جوابش میده. شما سعی کنید قرآن که بخونین، هر مشکل جامعه را جوابش قرآن میگه ما لهم به من علم، اینا خودشان هم علم ندارن، ولا لآبائهم، و پدرانشان هم چی ندارن؟ علم نداره. پدرایشان هم نداره. پدرایشان که اینا استناد میکردن به گپ پدرای خود، اگر اونا علم میداشتن، اونا قرآن میخواندن، اونا سنت میخواندن، بازی در شرک مبتلا نمیشدن. چطور بفهمیم که پدرش علم نداره؟ بگو بخوان سوره فاتحه را. در یک سوره فاتحه پدرش 10 جای غلطی میکنه. کدام نفر است که مثلا امی کلانایی که میخیزن در مسجد ها و خدا بسیار سرکرده و کلان فکر میکنن، شما یک دفعه بشارینشان بگو بخواین یک 10 آیت قرآن، در 10 آیت قرآن 100 غلطی میکنن، تجوید یاد ندارن، لفظ قرآن خواندن نمیتونن. 60 سال از عمرش تیر شده، سبحان الله، انگلیسی رو خوب یاد داره، روسی رو خوب یاد داره، فرانسوی رو خوب یاد داره، فلسفه مارکس و سخنهای لنین ژان ژاک روسو یارا خوب یاد دارن. خوب در مجلسای خود میگه لنین تو میگه، سارتر او تو میگه، خروچوف تو میگه، فلانی تو میگه. اما وقتی که برش بگی ببخشید نمی سوره فاتحه را یک دفعه بخونین، در یک سوره فاتحه الحمد را 60 سال حیره هیدو چشمه میخونه. الحمد میگه نمیگه؟ پس اینا الله متعال میگه وقتی اینا استناد میکنن با اعتقادات و اقوال رواجای پدرایشان، الله میگه پدرایشان هم علم نداشت. اگه پدرایشان علم میداشت فرزند خدا عموتو مشرک تربیت میکرد، خب پدرش بیچاره علم نداشت، بچه‌ش نچی شده، به اینی حالت رسیده. کبرت، الله متعال میگه بسیار خطرناک است، بسیار سخن بزرگ است. کلمتا، این سخن بزرگیش از چی است؟ از نگاه خطر، از نگاه اشتباه، از نگاه کفر. یعنی بسیار کفر بزرگ است این کلمه که تخرج من افواههم، از دانای از میبره. بعضی کسا هستن نمیفهمن قرآن، دین نمیفهمن، از زبانشان کلمات کفری خطرناک میبره. مثلا یک نفر میگه که ما سوسیالیسم نسبت به شریعت برتریت میتیم، خوب قانون داره. این کفر است. چقدر کلمه خطرناک است. بعضی ها میگن که دموکراسی قوانینش از قوانین اسلام کده خوبتر است، کفر است. بعضی ها میگه حقوق زن در دموکراسی بیشتر است نسبت به قرآن، کفر است. بعضی کسا میگه که قصاص که است این وحشت و دهشت است، باید قاتل قصاص نشه، اختطافچی قرار برش چپرکت بان دیش بان قرار در زندان هم نبرشه، خوب آرام باشه. اگر اختطافچی قاتل کشتی ای چی است؟ ای ظلم است. اینه. پس ای چی است؟ اینی الله متعال میگه کلمات شرکی، یا ای که ما میریم پیش فلانی شخص و برازو میگیم که تو علم غیب داری یا فلانی بداد ما برس، الله متعال میگه ای بسیار کلمه شرک و کفر است، بسیار خطرناک است. اینال الله متعال میگه اینی کلمات که از زبان از اینا خارج میشه، این کلمات بسیار چی هستن؟ خطرناک است. احتیاط بکنین که در این کلمات کفری داخل نشین. کبرت، بسیار بزرگ خطرناک است کلمات. یعنی انسان با اندیشه،
و انسان با فکر و انسانی که عقیده بسیار قوی داره هیچ وقت کلمه از زبانش خارج نمیشه که توهین به شریعت الله باشه، توهین و بی‌ادبی در مقابل الله باشه، توهین و بی‌ادبی در مقابل چی باشه؟ در مقابل آنچه که الله متعال امر کرده که شعائر اسلام میگن. اینا میگه ای کبورت کلمتا تخرج من افواههم، ای بسیار سخن کفری بزرگ است که تخرج و خارج میشه من افواههم، از دهانایشان. این یقولون الا کذبا، اینا نمیگن مگر دروغ میگن. آنچه که اینا به الله نسبت میتن این دروغ است. الله متعال فرزند نگرفته، به فرزند نیاز ندارن و الله متعال از داشتن فرزند بی نیاز است. چرا؟ ای از خصائص محتاجان که مخلوقات است می باشد. حالا موضوع دیگر هم میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این کافرها را میدید، یعنی هر دعوتگر، هر مسلمان وقتی یک نفر را میبینه که در کفر مبتلا است، در شرک مبتلا هست، در بدعت مبتلا هست، ولو که جاهل است، انسان بسیار و قبول هم نمیکنه، باز انسان بسیار جگرخون میشه که یا الله کاش که این انسان چی هدایت میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون قلب بسیار مهربان داشت، بسیار جگرخون میشد. الله متعال میگه فلعلک، شاید تو که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم باخع نفسک، در هلاکت پردی نفسته. چه قسم خود در هلاکت میپردی؟ خود جگر خون میسازی، خود مریض میسازی، خود پریشان میسازی، ذهنن و فکرن و از هر جهت پریشان هستی، خود در هلاکت میپردی. علی آثارهم، به خاطر آنچه که اینا انجام میده در عقب از اینا، وقتی که اینا این کارا را میکنن بسیار جگر خون تو را میسازن. لم یؤمنوا، وقتی که اینا ایمان نبیاورن به هذا الحدیث، به این سخن، اسفا بسیار متاسف، از نگاه تاسف بسیار جگر خون میباشی به خاطر از اینکه اینا ایمان ناوردن. الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو متاثر نشو، خود جگر خون نساز. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، انا، الله متعال میگه یقینا که ما با عظمت ما، با قدرت ما، با کبریای ما، با استغنای ما، جعلنا گرداندیم ما علی الارض، آنچه که در زمین هست، زینتا، ایره چی گشتاندیم؟ آرایش و زیبایی. لها، بر زمین، در زمین ما بسیار چیزها را پیدا کردیم که کلش زینت زمین است، که این مردم های دنیا پرست که سیل میکنه همین چیزها بسیار در مغزشان تاثیر میکنه و چی میشه؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا ما امتحان کنیم این انسان ها را، اینا را امتحان بکنیم که کدام یک از اینا احسن العمل میکنن، عمل نیک میکنن. احسن و عملا یعنی یکی عمل چی است؟ حسن است، یکی احسن. احسن امو عمل بسیار خوب است که با زیربنای اعتقادی و فکری ای اساس گذاشته شده باشه. احسن عمل که فقط 100% به خاطر رضایت الله میکنن. و اینا و یقینا الله متعال میگه ما لجاعلون، گرداننده ایم با عظمت خود، با قوت خود، ما آنچه که علیها، بالای آن هست، سعیدن، چی؟ میدان صفا، جرزا، بگیا. ام حسبت، آل الله متعال چی میکنه؟ بیان میکنه شخصیت چند تن از اولیاء الله. اونا یک موضوع بسیار مهم اعتقادی همی است که اولیاء الله بنده های الله هستند، کرامت آنها به دست از اونها نیست. الله متعال در قرآن امی عقیده را میتن. چرا در مسئله اصحاب کهف و قصه خضر علیه السلام بعضی مردمایی که به قرآن درست مراجعه نمیکنن و عقیده توحیدی درست مراعات نمیکنن و ادب با الله و با اولیاء الله را مراعات نمیکنن، گاهی افراط میکنن، گاهی تفریط میکنن. الله متعال میگه که ما برای شما اینمی واقعیت حقیقی را بیان میکنم، شما فکرتان و عقیدتان در قسمت از اینا چی کنین؟ از قرآن جور بکنین و ببینین که اگر شما هم میخواین که اولیاء الله باشین، دوستای الله باشین، اینی صفات داشته باشین. الله متعال میگه ام حسبت، آیا گمان کردی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان اصحاب الکهف، ای که اصحاب کهف امو مغاری را میگه که کوی بود، و رقیم، امو رقیم بعضی ها میگن که امو کوه هست، و یا بعضی ها میگن که نام امو لوحه‌ای که در او نامهای از اینا نوشته شده بود. ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا شما اتو گمان میکنین و در عقیده که هست مسئله
گمان اینجا به معنای عقیده است. آیا تو عقیده داری که اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ ای از دلایل قدرت بسیار عجب ما بود، عجیب ما بود. یعنی فکر میکنی که دلایل قدرت الله امی اصحاب کهف هستند؟ بلکه دلایل قدرت الله از این هم بیشتر است. این فقط یک مثال است. دیگر هم دلایل وحدانیت الله، عظمت الله، بزرگی الله بسیار زیاد است. اذ آوى الفتیه، وقتی که آمدن مأوا گرفتن، جای گرفتن. الفتیه یک تعداد از جوانان. پس از اینجا علما میگن که ای اولیاء الله جوانان بودن و این فکر و عقیده که بعضی مردم میگن که اولیاء الله فقط ریش سفیدای 70 و 80 ساله می باشن که جسمشان خشک شده و هیچ قوت و توانایی ندارن، در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است، ورنه در پیری هر گبر مسلمان می شود. آدم که 70 و 80 ساله و 90 ساله شد، نه شهوت داره، نه چیز خورده میتونه، نه صحت داره، کمرش درد میکنه، پایش درد میکنه، خوی مجبور است که مسجد بیایه. از خانم سنویش میدوانش، نواسایش میدوانش که او توی بخی که ما صندلی را جمع کنیم، بخی که بخاری را جمع کنیم، بخی چی اینجا ششتی، هیچ کار نداری، تقاوت کردی اینجا مدی قرار یک بغل خود انداختی بیکاره. اینالی مجبور میشه که امی بابگه که ریش سفید سن بزرگ ولو که نخواستم باشه می قرار در گرد بخاری مسجد که گرم است، دیگر می تا به خفتن همونجا ششتگیست از خانه کشیدش. اما اصل ولی الله جوانی هست که قوت داره، جوانی داره، زیبایی داره، گناه کرده میتونه، بازار هست، سینما هست، رقص هست، تمام امکانات در مقابل ازی وجود داره، لکن این میاد کجا؟ در خانه الله و در مسجد قرار میشینه، ولو که مسجد سردام باشه، ولو که سردام باشه می قرار اونجا میشینه، درس قرآن هم میخونه، درس اینال الله متعال میگه اصل اولیاء الله کی هستن؟ اینی جوانای هستن که در هنگام جوانی و قوت و قدرت الله را دوست دارن، به دین الله محبت دارن، دفاع از دین میکنن. یک 70 ساله و 80 ساله که هر کس دم جوام که بره تا که خدا شور بده، دشمن وقت داجای سوراخ میکنه. جوان است که هم تکواندو باز است و هم مثلا کشتی کج یاد داره و هم خوب هم تو بوکسر است و هم خوب مثلا پالوان است و هم خوب شمشیر میزنه و هم خوب اسب سواری کرده میتونه. ایرال کلی چیزا که است مربوط میشه به چی؟ به می جوانا. الله متعال میگه ای اولیاء الله مردمای پیر و کونه سال و ای قپا نبودن، فتیه جوانایی بودن که این آمدن به کجا؟ به می غار کوه پناه بردن. خب فقالو، اینا اینجا گفتن که آل وقتی که پناه به کوه میبرن، ای اولیاء الله خودشان صفات الله را پیدا میکنن. میگه اگر کسی صفت الله را به ولی الله بده، ای کافر میشه، مشرک میشه. ای ولی الله ای به چی نیاز داره؟ به قدرت الله، به عظمت الله. فهمیدین یعنی؟ از این خاطر آلی ای جوانا چی میکنن؟ دعا میکنن، میگن که ربنا، ای رب ما، ای خالق ما، ای رازق ما، ای مالک ما، ای نجات دهنده ما، ای مالک متصرف ما، آتنا من لدنک رحمه، بر ما بده از طرف خودت رحمت، یعنی تو رحمت تا بالای ما نازل کو. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که تمام امی مملکت کفری بود، مملکت بیدینی بود، پادشاه کافر، وزیرایش کافر، کابینش کافر، پارلمانش کافر، مردم کافر. از این خاطر اینا چی شدن؟ از ترس از این کافرها گریختن، رفتن در کجا؟ در کوه پناه بردن و در غار کوه نشستن و اینجا دست دعا به بارگاه الله بلند کردن که پروردگارم ما رحمت از جانب خودت میخواییم و حی لنا و آماده است بساز بر ما من امرنا، در کار ما چی؟ راستی. یعنی که ما در عملکرد خود، در جهاد خود، در سعی خود، در تلاش خود، در هجرت خود چی باشیم؟ مطابق شریعت تو و احکام تو عمل بکنیم. یعنی پروردگار بر ما توفیق بده که ما امی قسم که به خاطر دین تو برآمدیم، امو کاری هم که میکنیم مطابق شریعت تو باشه. الله متعال میگه فضربنا علی آذانهم،
پس اینا را انداختیم. فضربنا علی آذانهم، یعنی میگه انداختیم در گوشهایشان. فی الکهف، در حقیقت فضربنا علی آذانهم یعنی در خواب عمیق اینا را فرو بردیم. متوجه هستین؟ فی الکهف در اونمو کهف یا امو مغاره که در کو بود. سنین عددا، چندین سال شمرده شده که عددش الله متعال میدانه. ثم بعثناهم، باز الله متعال میگه ما اینا را دوباره زنده ساختیم. در قوم از اینا مردمایی بودن که میگفتن ما به زنده شدن بعد از مرگ باور نداریم، عقیده نداریم. الله متعال بر از اینا نشان داد که اینو شما سعی کنین، جوانای هستن که اینا چی هستن؟ اینا مردن وقتی که اینا میرفتن دموجه بودن چندین سال و الله متعال میگه دوباره پس ما اونا رو چی کردیم؟ پس دوباره اونا رو مبعوث کردیم، پس دوباره برانگیختیم. لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. الله متعال میگه لنعلم، تا ما معلوم بکنیم، ای الحزبین، کدام هست دو گروهی که احصایه میگیرن لما لبثوا امدا، به آنچه که اونا در بین ازمی غار بوده اند، امدن اینا باقی ماندن یا اموجه در خواب رفتن یا اموجه الله متعال اونا را روحشانه قبض کرد و حفظ کرد و پیش خود نگه داشت. الله متعال میگه نحن نقص علیک نبأهم. نحن، الله متعال میگه ما، و ما و شما خواندیم که یکی از آداب اعتقادی همی است که الله متعال وقت عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع را میاره. نحن یعنی ضمیر تعظیم میاره. الله متعال میگه که ما با عظمت خود نقص و قصه میکنیم، بیان میکنیم علیک بالای تو، نبأهم خبر از اینها را، ما خبرهای حقیقی از اینها را، بالحق با مراعات توحید. فکرتان باشه حق توحید است. یعنی بعضی کسا قصه های اولیاء الله و یا قصه های اصحاب کهف میکنن که این قصه ها مختلط میباشه با شرکیات. فهمیدین؟ بالحق اینجا میگن، یعنی بعضی کساس این قصه ها را میگن، در قصه ها چی رو داخل کردن؟ اسرائیلیات را داخل کردن، گپای یهود را داخل کردن، گپای نصارا را داخل کردن، گپای اندوا را داخل کردن، افراد کردن، تفرید کردن، در بین جریان قصه شرکیات را داخل میکنن. اینجا الله متعال میگه که ما امی قصه ها را بیان میکنیم، هم قصه از اینا را براتان بیان میکنیم، خبره، لکن این خبره با امرای چی متوازن میباشه؟ با توحید، که اینجا در این افراد نیست، تفرید نیست، صفات الله را به اولیاء دادن نیست، صفات انسان بر الله دادن نیست، این گپا نیست. اما بعضی قصه های دیگر شما بخونین، باز اونا چی میکنن؟ اینقدر افراط میکنن که حتی سگ که هیچ مکلف نیست، حالا کتازیا سگ هم رفته، سگ مثلا پشت صاحب خود میره، اگه صاحبش در سینما بره از پشتش میره، اگه در هتل هم بره از پشتش میره، اگه در کوام بره از پشتش میره، اگه در کعبه هم بره از پشتش میره، اگه در مدینه هم بره از پشتش میره. سگ خود مکلف نیست. باز بعضی کسا میخیزن این اقدر افراط میکنن، میگن نام سگ از این قطمیر بود. باز یوازی که میگن یا الله، باز در تعویض خود نشته میکنه یا قطمیر. دیدین ندیدین؟ بعضی اوقات قطمیر نشته میکنه، یک تاپگک جور میکنه، در کله تاپش نشته از قطمیر. بگی چرا؟ میگی سگ اصحاب کهف است. خب سگ اصحاب کهف خب مکلفیت نداره، او یک حیوان غیر مکلف است. حالی که تو اینجا باز پایان نامای اصحاب کهف نشته میگن، در سر نام سگش نشته میکنن. یعنی سگ کرامت پیدا کرد از چی کرده؟ از اولیاء الله. دیدین اشتباهات؟ دیدین ندیدین؟ یک جای ما دیدیم یک کسی یک دانه تلاوگک جور کرده قسمی، بازی نشته کرده این نامای اصحاب کهف، بازی کلش هم میگه نامای اصحاب کهف، در سرش قطمیر نشته کردن. پرسان که این قطمیر چراست؟ میگه سگ اصحاب کهف است. آل کرامت اولیاء الله داره یا سگ داره؟ اینه. این چی میگه؟ این افراط و تفرید میگه و شرک میگه. الله متعال میگه که خوب فکرتان باشه که این سوره است بسیار فکر انسان جور میکنه، بسیار عقیده انسان جور میکنه، بسیار شرکیات و افراطیت در اولیاء الله بسیار خوب
اصلاح میکنه، بیان میکنه که شما در اشتباه نباشین. اینجا الله متعال چی میگه؟ میگه که نحن نقص علیک نبأهم. الله متعال میگه من ذات با عظمت هستم که با عظمت خود بیان میکنم برای شما، علیک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبأهم اموخ اخبار واقعی اصحاب کهف را بالحق که امی اخبار و امی قصه به امرای چی یک جای است؟ به امرای توحید. دی افراد، تفرید، بی‌ادبی، شرکیات نیست. انهم یقین داشته باشید شما ای مردم که همین مردم کی بودن؟ فتیتون، یک تعداد از جوانهایی بودن که اولیاء الله بودن. پس شما بفهمین که شما جوانا میتونین که ولی از اولیاء الله باشین، دوست از دوستای الله باشین. چه وقت؟ در جوانی. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر جوانا بشارت میده، میگه که 7 طایفه مردم هستن که در زیر سایه عرش الله میباشن در روز قیامت. از این 7 طایفه مردم یک طایفهش کی است؟ میگه شاب نشأ فی عبادت الله. جوانی هست که در جوانی در چی باشه؟ در عبادت الله باشه. در جوانی نه ریشش آمده، نه ورودش آمده، هنوز در ریشش تار سفید. هیچ این برای ما بشارت نیست، برای شما هست ماشاءالله. لکن برای ما به خاطر عزیز الحمدلله الله مشتاق ما را داخل کنه که ما این از جوانی خود که صنف 6 هم بودیم. من یادم میاد که از صنف 5 و 6 را الحمدلله نماز خدا ترک نکردیم و به عبادت الله به اندازه توان خود سعی و تلاش کردیم. پس الله متعال این بشارت برای جوانایی میده که اونا از جوانی به توحید رو آوردن، از جوانی در حلقه قرآن نشستن. جوان است، قرآن هم میفهمه. اینه که باز پیر شد، ریش سفید شد که دست پایش بلرزه، باز قرآن شریف ما یک دونه قرآن شریف کلا نمیگیره. 50 دفعه برش آیت تشریح کنی معنایش نمیفهمه. او باز به این چیز خب الله او را مجر میته بیچاره دیگه. البته میام خوشبختیش هست در سن پیری. بعضی کسا در پیری هم کتابای لینن و مارکس خوانده میره، با قرآن روی نمیره دیگه. الله متعال میگه سعی کنین انهم اینمی اولیاء الله که اصحاب کهف هستن، پیر و لاغر و کپک و این قسمی ها نبودن که شما بعضی اوقات عکسایش مردم چاپ میکنن و میگه اینی ولی الله. فتیتون، جوانای زیبایی بودن. فتیه جوانانی بودن که آمنو به ربهم. انال اصل اولیاء الله اینجا همین جوانا هستن، نه ای سگ. فکرتان شد نه سگ نگفت؟ گفت بر سگ جوان گفته میتونی؟ نمیتونی گفتن. پس میگه ای اولیاء الله اصلا کی بودن؟ همین جوانایی بودن که آمنو بربهم، اینا ایمان آوردن بر ربشان. و زدناهم، الله متعال میگه به می جوانا چی دادیم؟ هدایت دادیم. این هدایت چی بود؟ این علما و مفسرین میگن این ثابت قدم بودن است. فکرتان باشه جوانایی که در جمله اولیاء الله حساب میشه، او جوانایی هستن که وقت دین فهمیدن، توحید فهمیدن، سرشان سختی ها و مشکلات آمد، ثابت قدم بودن. ببینن جوانان، یک جوان مسلمان، یک انسان مسلمان، جوان باشه یا پیر باشه، قاعده کلی هست. خصوصا جوانا اینا وقت توحید فهمیدن، دین حق فهمیدن، سر از یاد 2 قسم امتحان میه. یکی امتحان در شهوات و شبهات، یکی امتحان در سختی ها و بندی ها و بمباردمان ها. آلی این 2 قسم امتحان سرشان میه. بعضی کسا هست، جوانا هست که اول خوب دمی مستقیم روان است، وقتی که شبهات مستشرقین و شبهات کافرها را خوان که اینا خیستن در فیسبوک های خود، در سایت های خود، در فیلم های خود شبهات ایجاد کردن، این جوان منحرف میشن. بعضی اوقات شهوات برشان پیش میکنن، فیلم های خراب، فیلم های جنسی، فیلم های مزخرف، موسیقی های مزخرف، یا را که برشان پیش میکنن یا منحرف میشن. بعضی اوقات در شهوات و در شبهات، شهوات با 3 قسم است. یکی شهوت بطن است،
یکی شهوت مال است و یکی شهوت چوکی و قدرت و سیاست است. این سه تا را برش پیش میکنه. یک تعداد در شهوت جنسی مبتلا میشه، منحرف میشه. یک تعداد دیگه در شهوت مال مبتلا میشه، منحرف میشه. و یک تعداد دیگه در شهوت چوکی و مقام غرق میشه و منحرف میشه. و بعضی اوقات که از سر از اینا این شهوات و شبهات اگر این منحرف ساخته نتانست، با سختی ها سر از این میایه. سختی هایی میایه که ترس از زندان، ترس از بندی خانه، ترس از کشتن، ترس از مرگ، ترس از لت خوردن، ترس از این، ترس از این، ترس از این. آل الله متعال میگه که وزدناهم هدا، وقتی که ما را یک هدایت دادیم، هدایت دومی چی است؟ ثابت قدمی هست که نه به شهوات و شبهات و نه هم از ترس و امتحانات سخت این منحرف نشدن و همین جوانان نشدن. این صفت اولیاء الله است. میخوای اولیاء الله باشی؟ عقیده قرآن و سنت که یاد گرفتی، باز بعد از فهمیدن به این عمل کردی، بعد از این مبتلا به شهوات شبهات و بعد از این مبتلا به چی؟ به اینمی سختی ها در این امتحانات ثابت قدم باش، منحرف نشی.